بچه خودشون رو بالاتر برونه به نظارت نگذارین. منی بالاتر بگیرم دیگه. کارمندان ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گраждани در ولایت سوق در آبوتابگاه‌های حدودی ولایت بین ساکنان اکسیه‌های ترغیباتی گذراندند. در دایره اکسیه به نورسان و جوانان و کلانسالان که در موضع‌های استراحتی به شناوری مشغول بودند بیش از 500 عدد ورقه‌های اطلاعاتی، عیانیت و بروشورها تقسیم کرده شد. مسئولین ساکنان را آگاه کردند که قاعده‌های آببازی را در آب ویران نکنند، در موضع‌های برای آببازی خطرناک وارد آب نشوند و کودکان نابالغ خود را به نظارت نگذارند، زیرا این حالتها باعث حادثه‌های ناخوش گردیده با مصیبت انجام می‌یابد. در رفت گذراندن اکسی‌ها به ساکنان و استراحت کنندگان قاعده‌های شناوری در آب، اندیشیدن چاره‌های بهداشتی برای پیشگیری پنهشوی بیماری سیرایتی کرونا کارهای ترغیباتی و تشویقاتی برگزار کرده می‌شود. دوامی 2 هفته آخر از سبب گرم شدن حرارت هوا در ولایت سوق تمرکز ساکنان زیاد با مقصد آببازی به شناگاه‌های ساحل دریای سیر می‌فرآیند. آگاه نمودن ساکنان عاید احتیاط کردن کودکان نابالغ خود همروزه از جانب کارمندان ستاد در آبوتابگاه‌ها انجام داده می‌شود، ولی نوبسته از این قسم زیادی به شناوری مشغول شدگان را کودکان و نورسان تشکیل می‌دهند. پهلوی دیگری تشویش‌آور موضوع در آن است که اکثر کودکان نابالغ به آببازی مشغول شده تنها به آبوتابگاه آمدند. مس از همین حساب طبق تحلیل های مسئولین ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده اکثر حالتهای غرق شوی و به هلاکت رسیدن ساکنان در موسم آببازی امسال از حساب جوانان و کودکان نابالغ به قید گرفته شده است. اکثرا حالتهای فوق‌العاده که با غرق شوی انجام یافت معمولا جوانان میباشند، کودکان نابالغ میباشند که خود سرانه به نظارت والدین، کلانسالان یا نفرانی که آنها را عوض مینمایند وارد آب میگردند، حیات خود و نزدیکان خود را، رفیقان خود را زیر خطر میگذارند و از فرصت مناسب استفاده برده ریاست از تمام ساکنان و مهمانان ولایت خواهش کرده می شود که همراه با کودکان خود به مخزن‌های نزدیک آب تشریف بیارند. مسئله دیگری که هنگام گذراندن اکسیه‌های ترغیباتی در ساحل دریای سیر کارمندان استادی حالتهای فوق‌العاده را به تشویش آورد این به آببازی مشغول شدن ساکنان در منطقه‌های به طلبات سانیتری جوابگو نبوده میباشد. قسمی از ساکنان همراهی کودک نابالغ خود در موضع‌هایی که اطرافش پر از پرتوهای گوناگون میباشد به آببازی مشغول هستند. این هم در حالی است که حالا بیماری‌های گوناگون سیرایتی به مانند کووید 19 دوباره خروج کرده ایستاده است. آن نفرانی که در این روزهای گرمای پیشگویی شونده در نزد موزن‌های آب گذراندن می‌خواهند خواهش کرده می‌شود که در موضع‌هایی که تامین سلامتی آنها کفالت داده می‌شود، یعنی در شناگاه‌ها، آبوتابگاه‌ها وارد آب گردند، حیات خود و نزدیکان خود را زیر خطر نگذارند. در موضع‌هایی که برای شناوری خطرناک میباشد و لوحه‌های منع کننده و ناشناس میباشد وارد آب نگردند. اینچنین هنگام سرمستی، سرهوشی وارد آب نگردند، قاعده‌های بخطری را در آب رعایت نمایند. ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گраждани در ولایت سوق ساکنان را آگاه می‌نماید که در هوای گرم خصوصا از ساعت 11 تا 16 بیگاه به ضرورت به کوچه نبرایند. کودکان نابالغ خود را زیر نظارت قطعی قرار دهند، زیرا حرارت بلندی هوا و شعاع آفتاب به سلامتی آنها تاثیر جدی خواهد رسانید. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.